السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه بسیار از برادران و خواهران مسلمان بندگان رمضانی هستند و با پایان رسیدن ماه رمضان عبادت و بندگی را به همین ختم کرده تا رمضان آینده با خیال راحت گمان میکنند که عبادت کرده اند و حق بندگی را انجام داده اند. العیاذ بالله. فراموش نکنید خدای ماه رمضان خدای 11 ماه دیگر نیز هست. خدایی که در ماه رمضان عبادت می شود در غیر رمضان هم معبود است و عبادت می شود. رمضان ماه افزودن بر طاعت و بندگی است. پس پایان رمضان به معنای پایان عبادت و بندگی نیست. در غیر رمضان هم هرگز طاعت و بندگی را ترک مکن، زیرا شاید به رمضان سال آینده نرسی. ببین بعضی نفرانی که در رمضان سال گذشته با ما بودند اینک با ما نیستند و کیها به خانه آخرتشان رسیدند. پس چرا عبرت نمیگیری؟ والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.